حاج محسن فیضی، عاشق و مداح اهل بیت عصمت و طهارت، در 21 اسفند ماه 1353 برابر با 28 صفر 1395 قمری به دنیا آمد. اصالتاً اهل تبریز بود. این طور نبود که بعداً مداحی را انتخاب کرده باشد. تا 7 پشتش مداح اهل بیت بودند. پدر بزرگوارش پیش از انقلاب چندین هیئت مذهبی بنا کرد و خودش هم از 5-6 سالگی به مداحی و نوحه خوانی علاقه نشان داد. آغاز رسمی خواندن او در مراسم تشییع پیکر شهیدی از اقوام بود که آن روزها از جبهه‌های جنگ آورده بودند و در آن زمان محسن 7 سال بیشتر نداشت. خانه ای در محله تهران نو. او را گذاشته بودند روی یک طاقچه و او از آنچه در حافظه داشت می‌خواند. خواندن او مورد توجه قرار گرفت و آرام آرام در مجالس و هیئت‌ها گاهی بلندش می‌کردند که بخواند. آن موقع هنوز سبکی بلد نبود، اما حافظه‌ای قوی داشت و خوب تقلید می‌کرد. اعتماد به نفس بالایی داشت. با اینکه کوچک بود، اما بی توجه به نگاه‌های سرزنش‌آمیز دیگران در هیئت بزرگ دلریش بلند می‌شد و می‌خواند. از 14 سالگی دیگر رسما مداح شده بود و روی آورده بود به حفظ اشعار. انگار خودش را برای این کار مسئول می‌دانست. درک شعری بالایی داشت و معنای ابیات را خوب می‌فهمید. استاد و الگوی او از ابتدا عموی بزرگوارش حاج حسین فیضی بود و در تبریز مرحوم حاج حسین جودبخش او را زیر پر و بال خود گرفت. حاج حسین جودبخش مداحی بسیار با اخلاق و با تقوا بود که بارها میان شور و غوغای مجلس حضرت سید الشهدا نام و یادش را از حاج محسن شنیده بودیم. از همان 17 سالگی در مداحی و نوحه سرایی انگشت نما شده بود. دیگر برای خودش صاحب سبک بود. شهر تبریز مرکز و مصدر سبک‌های نوحه خوانی به شمار می‌رفت، اما با اشعار قدیمی، و حاج محسن کسی بود که اشعار حافظ را برای اهل بیت در هیئت می‌خواند. در سال 1371 اولین هیئت را به نام اصحاب الحسین پایه‌گذاری کرد. هیئت انصار الزهرا نیز در همان تبریز بنا نهاده شد. اوایل سال 1377 به تهران آمد و در 22 تیر ماه 1378 انصار الزهرا در تهران شروع به فعالیت کرد. در مداحی شیوه‌ای مخصوص داشت. معمول مداحان شروعشان با همان توسلی است که واعظ مجلس تمام می‌کند، اما او همیشه شروعش با دم علی علی بود. به خورشید گردون آتر منم، من که خاک کف پای حیدر منم، سست گرمک لب گشاید به مدهم که مداح مولای غمبر منم. علی یا علی، علی یا علی، یا علی حیدر. ای که عشقت زنده منم، عشقتم نتوانم یا علی مولا، علی مولا، علی
من غرق گناه تو عذر گناه روز و شبم را تو چو مهری و چو ماهی روز و شبم را تو چو مهری و چو ماهی یا علی مولا علی مولا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا بیار بالا دستاتو علی مولا باده به جوشم سر جوش و فروشم علی من سر زلفت به دو عالم. بعضی ایراد می گرفتند و می گفتند اینها کارهای دراویش است، اما او ادامه می داد و بعد هم غزلی برای امام زمان می خواند. مجالس حاج محسن 2.5 ساعت تا 3 ساعت طول می کشید. یک نفس و با تسلط می خواند. در همه زمینه های مجلس گردانی، سینه زنی، شور گرفتن، نوحه و مرثیه خوانی هم وارد بود. با اینکه به قول پدر بزرگوارش همیشه 8ش گرو 9ش بود، اما هرچه داشت برای هیئت‌ها می‌داد. در همان تبریز و همان اوان جوانی مدتی در نیروی هوایی تبریز استخدام شده بود. حقوقش را جلو می گرفت و برای هیئت‌ها خرج می کرد. برای خواندنش نه تنها پولی نمی گرفت، بلکه این پول نگرفتن را منتی بر سر خودش می دانست و نه دستگاه اهل بیت. خاکی بود، خاکی، بلکه باید گفت عاشق بود، عاشق. یه بار دیگه همه با هم حسینه. از کوچیکی میشناسمت آقا، از کوچیکی عاشقتم آقا، از کوچیکی اسمتو بردم آقا، گفتم یا حسین بلند شدم. حسینه مذهب و دو عالم جستجو کردم، فقط روی تو را دیدم، فقط روی تو را دیدم، دو عالم جستجو کردم، فقط روی تو را دیدم. نوجوانهای 15-16 ساله هم خیمه ای می زدند و می آمدند به حاج محسن فیضی مداح معروف می گفتند حاج محسن می آیی تکیه ما بخوانی، آدرس می گرفت و می رفت و می خواند. این که اسم حاج محسن فیضی را برای یک هیئت پرجمعیت روی بنری بزرگ بنویسند آنقدر برایش خوشایند نبود که در یک تکیه کوچک 50-60 نفری و بدون هیچ تبلیغاتی بخواند. بیجار، قم، کاشان، ارومیه، خوی، اهواز، دامغان، اصفهان، کرمانشاه، سنندج و هر جایی که میشد از عشق و از اربابش حسین بخواند میخواند و میسوخت و آتش میزد. من از حسین دم میزنم، آتش به عالم میزنم. یک بار به منطقه‌ای رفته بود که بیشتر اهل سنت بودند و جمعیت شیعیان در آنجا کم بود. به او گفتند خطر دارد، ولی او در بند این حرفها نبود. خدای